اومدیم بازار بفربک. اینجا تمام محصولات کشور ایران و افغانستان هست. میتونید که تهیه بکنید. حالا من از داخل براتون میگیرم میذارم. اینجا همه چی پیدا میشه، یعنی از نون بربری، حالا از نزدیک میگیرم، شیرینی ایرانی، همه چی. اینجا هم این لباس عروسا رو داره که دلتون نخواد. رستورانش هم حالت سنتی داره اینجا بعضی دیگه انواع اقسام محصولات با کیفیت بی کیفیت دیگه همه چی هست. اینجا هم یه رستورانشه، خیلی خوشگله چراغاش اینا. اینم بازار طلای ریش دریا و 24 طلای هم هستا، یعنی نگم براتون. قشنگ یاد شاه عبدالعظیم افتادم، این بازاره که مثلا توی امامزاده داوود و اینا بود قدیما. اینجا رو نگاه کنید. این بازار دیگه واقعا اصلا شبیه اروپا نیست دیگه، کاملا خاورمیانه است. چی میخواهید؟ جای مورد علاقه خودم پیدا کردم. آبنا بخواه. اینجا هم قسمت رستوراناشه. غذاهای ایران، افغان و ترک و همه چی اینجا پیدا میشه. عالی. یعنی تا اینجا اومدیم که قابلی پلومون نشه. بشه قابل پلومون بشه. اینجا هم شلوغه، همین که همه جا شبیه همه، راهروها تو هم ممکنه گم بشیم همونجوری که ما گم شدیم الان. یکی بیاد ما رو پیدا کنه. جای بازی برای بچه ها هم داره، اگه با بچه میخوایم بیان پشت سر من. یه چیزای اینجا پیدا میشه که تو ایران هم پیدا نمیشه دیگه. اینو ببین، خیلی قدیمیه. دیگه ما که
خریدمونه کردیم، به برگردیمونم کردیم، تموم شد. بریم خونم.